سلام آقا موشکاف بازم تو حال و هوای تظاهرات معلم‌ها سیر میکنه. یعنی میخوام بگم این معلمای هموطن سید علی و شیخ فری رو اساسی به حول و ولا انداختن. اولش این علی گدا و دم و دستگاهاش هی زور زدن که مبادا خبر تظاهرات معلم‌ها درس کنه، اما سنبه اونقدر پرزور شد که ته خط مهار از دستشون خارج شد و خبر از مجلس وحوش درس کرد. الان شما آقای ابوترابی راجع پیش دبیرستانی‌ها یه واکنش نشون دادن، معلوم نکردن که ما باید چیکار کنیم برای این جامعه. خب برای بقیه هم همینجوره. شما همین که میگی آقا پیش دبیرستانی‌ها نه، خب بلافاصله باید راه نشون بدی. آقای ابوترابی نمیشه که فقط بگید نه، باید راه نشون بدیم. این یه راهه. اگه برای پیش دبیرستانی‌ها جناب عالی فقط بگید نه، خب مردم میگن بعد چیکار کنیم؟ خب مردم از من و شما انتظار دارن. آقای ابوترابی نمیشه که راجع به جامعه حقوق بگیر، جامعه مستخدم، جامعه‌ای که به خدمت گرفتیم اونها رو در رابطه با انتقال صندوق، در رابطه با جابجایی منابع مالی، در رابطه با کسور و مانند اون مطلب نداشته باشیم. قطعی است که ما باید پاسخ داشته باشیم. تازه یادش افتاده که باید پاسخ هم داشته باشه. وقتی کرور از اون یارو رحیمی پول میگرفتید فکر پاسخ معلم‌ها رو نمی کردید، حالا که وضعیت قرمز شده فکر پاسخ افتادی. الان شما هر روز شاهدید، دیروز هم شاهد بودید بخشی از اعتراضات برخی از جمعی از معلمان رو. به خدا مهمترین و فرهیخترین قشر جامعه همین معلمان هستن. امروز دارن کم مهری میبینن. دیروز اگر آمدن ندای اونها این بود که تبعیض در جامعه دیده میشود. امروز اینها رو ما قرار نشد همه اینا جذب بشوند. اینجاست که موشکاف باید یه بار دیگه با صدای بلند به معلمای هموطنش بگه ای والا دست مریزاد، دمتون گرم که به جای خون نشینی و زانوی غم به بغل گرفتن صداتون رو بلند کردید و این جونورای حکومتی رو اینطوری به دست و پا انداختید. بدبختا فکر کردن با این اشک تمساها میتونن خودشونو در ببرن. نه آقا جون، این حرفا نیست. تازه کجاشو دیدید؟ حالا بشنوید از رسانه‌های حکومتی که بعد از چند روز خفقون گرفتن یک باره به نشتی افتادن و خبرهای تظاهرات معلم‌ها رو همچی سربریده و خیلی اتو کشیده منتشر میکنن. تجمع معلمان مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف کشور. من سکوت میکنم پس هستم. گزارشی از تجمع صنفی معلمان در تهران و دیگر شهرها. در تجمع صنفی معلمان مطرح شد فقر نیست، فرق هست. این ورق پاره های زردنبوی نظام هی زور میزنن که بگن تظاهرات معلمان خیلی بی خطره. تظاهرات سکوت بوده، یه تظاهرات صنفیه، گذراست. نه خیر، اینجا دیگه جای ماسمالیزاسیون مالکشی نیست. معلم‌ها این دفعه میخوان یه درس اساسی بدن. گذشت اون زمان که ملت رو پشت دیوار خفه میکردی، حالا ماهواره و اینترنت میزنه میزتون رو چپ میکنه. موشکافم اینجا هست، دلش با معلماست، هم هواشونو داره هم زمینشونو. بله ما اینیم، برو بریم تا چهارشنبه سوری. با آقای موشکاف